سلام دوستان، به کانال ما خیلی خوش اومدین. توی این کانال ما هدفمون اینه که به بحث رابطه بپردازیم که اصلا رابطه چجوری شروع بشه، چجوری ادامه دار بشه، چه کاری داخل رابطه کرد، چه چالش‌هایی وجود داره. ما الان حدود 1 سال و نیم، تقریبا بگیم دیگه 2 سال داریم با هم دیگه زندگی می‌کنیم و توی این مدت ما خیلی چالش‌های زیادی رو با هم دیگه داشتیم، خیلی مسیرهای بالا پایینی رو با هم دیگه گذروندیم. حالا مهدی کاملتر توضیح میده که اصلا امروز راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم. ببینید دوستان، حقیقتا ما شروع رابطمون خیلی عجیب بود که توی ویدیوهای بعدی بهتون بیشتر توضیح میدیم راجبش که اصلا ما چجوری آشنا شدیم و از این قرار. و اینکه دوستان، من خودم به شخصه توی خانواده خیلی سختگیر بودم و اینطوری بود که از بابت خانواده هیچ حمایتی نمی شدم و اینطوری بود. من زمانی که با علیرضا آشنا شدم، خب خیلی مثلا اهل رمان و کتاب و این چیزا خودم هم خیلی هستم. اینطوری بود کتابا، رمانا، فیلم و سریال، این چیزا رو که میدیدم توی تمام اینا یعنی یه دیالوگی همیشه میکردم. مثلا میگفتن که عشق جوریه که همیشه قراره خفن باشه و تو وقتی عاشق شدی دیگه هیچ غم و غصه‌ای نداری و قراره به بهترین شکل ممکن این عشق و علاقه رقم بخوره. دقیقاً من هم همینجوری فکر می‌کردم مثلا موقعی که یه رابطه شروع میشه اون عشق یه نمودار این شکلی رو طی می‌کنه، همینجوری روز به روز بیشتر میشه، روز به روز بیشتر میشه. ولی اصلا اینطوری نبود. ولی اصلا اینطوری نیست، چون داخل رابطه هم من هم مهدیه به این نقطه رسیدیم که مثلا اینجوری بودیم که چرا نوسان احساسات داریم. مثلا بعضی وقتا فکر می‌کنیم احساساتمون زیاد میشه، بعضی وقتا احساسات میاد پایین. مهدی خجالت میکشه اولین رو به من میترسه من قضاوتش کنم، ولی ما توی اول رابطه‌مون با هم یه قولی داده بودیم. اون قولم که این بود، مهدی گفته بود که ما همدیگه رو نباید قضاوت کنیم و هر چیزی شده با هم دیگه بگیم آقا، حتی اگه سخت‌ترین موضوع باشه. ما دیگه طبق همین پیش رفتیم. من این موضوع رو بهش گفتم، بعد فهمیدم متقابل اونم دقیقاً همین مسئله‌ای رو داره. بعد مثلا اینطوری بود، خب من حتی خود علیرضا اولین رابطمون بود، خب و اینطوری بود که من وقتی وارد رابطه شدم و دیدم که دارم احساس خیلی جدیدی رو تجربه میکنم، مثلا خب من خودم به شخص آدمی بودم که بخوام رو راست بگم خیلی آدم بی احساسی بودم و حتی گاهی فکر میکردم که من چرا واقعا نمیتونم احساس عمیقی داشته باشم. ولی وقتی دیدم توی رابطه که رفتم احساس خیلی عمیقی برام به وجود اومد و حتی این من ترسونده بود یکم. و وقتی یکم گذشت، مثلا 1-2 ماه که از رابطمون گذشت و میخواستیم قدم‌های جدیدتر و جدیتری برای رابطمون برداریم، این نوسانا خیلی بیشتر شد. یعنی اینطوری بود که من مدام میترسیدم، میگفتم بابا ازدواج چیز خیلی سخته. من وقتی از الان دارم این احساسات رو تجربه میکنم که یه روز سردم، یه روز اوکی، یه روز احساس دارم، یه روز ندارم، بخوام وارد رابطه شم و بخوام ازدواج کنم، قراره چطوری پیش بره و من واقعا نمیتونم با شخصی که بهش حسی ندارم زندگی کنم و این موضوع خیلی منو اذیت می‌کرد، مثل خوره به جونم افتاده بود. همین موضوع به جون منم افتاده بود، منم میترسیدم، میگفتم اول ازدواج یا حتی دوره نامزدی یا حتی دوره معاصر، اینا دیگه خفن‌ترین دوره‌های رابطه است. من اینجوری فکر می‌کنم وقتی الان اینجوریه در آینده چه اتفاق دیگه میخواد بیفته. وا ویلا، یعنی اینجوری تو ذهنم تکرار میشه، استرس گرفته بودم. بعد متوجه شدم که این استرس رو فقط اگه پیش میاد، خصوصا واسه پسرا این طبیعیه. استرس که پیش میاد روی احساس شما کامل تاثیر مستقیم میذاره. دقیقاً. یعنی باعث میشه که اون احساس شما تو نطفه کور بشه بعضی وقتا. یعنی من به شخص من که اینجوریه، هر کسی ممکنه متفاوت باشه، احساساتش شخصیت متفاوتی داشته باشه، ولی من که واسه خودم این شکلی بود. یعنی شما اگه داخل یه رابطه رفتین، داشت رابطه جدی‌تر میشد، همچین چیزایی رو تجربه کردین، بدونین که یه بخشش طبیعیه. حالا این که داخل رابطه شما چه اتفاقی افتاده باشه، چه شرایطی دارین سپری میکنین، اون دیگه خیلی متفاوته. چون حالا رابطه ما خیلی واسش مفصله که داریم الان توضیحاتو میدیم. بعد جالب اینجاست که ما تو زمان نامزدیمون به جای اینکه بهترین تایما رو داشته باشیم، شاید باورتون نشه ولی بدترین تایما رو گذروندیم. ولی همون دوره نامزدی با وجود اینکه بدترین تایمای زندگیمون رو داشتیم میگذروندیم، اما این
عشق و علاقه یا این حسی که به هم داشتیم خب خیلی عمیق تر شد. یعنی الان که داریم زندگی میکنیم متوجه شدیم که اگه توی اون زمان همچین اتفاقاتی برای ما نیفتاده بود شاید ما الان این احساسات رو به هم حتی نداشتیم. چون من همیشه معتقد بودم که باید زندگی که ساخته میشه با سختی ساخته شه، هرچند این سختیه که ما کشیدیم فراتر از انتظار جفتمون رقم خورد. یعنی ما میگفتیم که اوکی، یعنی حتی در حدی بود که ما وقتی یه روز خوشو داشتیم تو دوره نامزدیمون تعجب میکردیم، گفتیم چرا مثلا ما امروز همه چیز داره اوکی پیش میره و حتما قراره یه اتفاقی بیفته، یعنی حتی نمیتونستیم باورش کنیم. و این سختیایی که میگم صرفاً به خاطر خودمون دوتا نبود، حالا در ادامه و فیلم‌های بعدی قرار متوجه بشین، چون فقط مثلا ما نبودیم. یه نکته دیگه هم بود اوایل رابطه، چون خیلی شناختمون به نسبت همدیگه کامل نشده بود هنوز، مثلا یه صحبت عادی با هم دیگه که مهدی میومد یه جمله عادی ناراحتی عادی با من میگفت، یا من مثلا یه حالت عادی خودم بودم مثلا نمیدونستم ممکن ناراحتش بکنه، اینا باعث میشه که ما سریع دعوامون شروع بشه، سریع دعوا کنیم، هی دعوامون بشه. اوایل رابطه اینا طبیعیه، رفقا تو همه رابطه ها این هست. حتی نمیدونم یه ویدیو از میا و کوروش بود من داخل یوتیوب دیدم، اونا هم میگفتن که 1 سال اول رابطهشون رابطه سختی رو داشتن و مدام دچار چالش و دعوا اینا بودن. ما هم دقیقاً همچین چیزی رو گذروندیم. من فکر می‌کنم کسایی که زوج موفقی باشن همشون به نظر من از این چرخه باید عبور کنن، یعنی این واسه همه اتفاق میفته، هیچ کس تافته جدا بافته نیست توی این موضوع. کلاً عشق و علاقه واقعی، یعنی مثلا شما به یه نفر که حسی نداشته باشین نمیتونی نسبت به رفتاراش واکنش نشون بدی. برای ما که اینجوری بود واقعا و اینطوری بود. من اوایل ازدواجمون خب بعد از اینکه عقد کردیم و این چیزها اینطوری بودم که وای دیگه همه چیز تموم شد و از امروز به بعد قراره همه چیز خوب پیش بره. ولی دیدم نه، وقتی وارد خونه شدم هر رفتاری که میکرد میگفتم خدایا، یعنی حتی به خودش هم میگفتم خدایا این آدم چقدر غیر قابل تحمله واسه من. یعنی باورتون نمیشه این دهن منو سرویس کرده بود، مدام این جمله رو تکرار میکرد دهن منو سرویس کرده. واقعا غیر قابل تحمل بود دوستان، هنوزم میگم غیر قابل تحمل بود. اینم نه به خاطر اینکه مثلا با من تغییر کرده بود، نه، چون مثلا داخل قبل از ازدواجمون خب ما یه سری خصوصیت‌ها رو از هم دیگه می‌بینیم، قرار نیست خیلی چیزا رو از هم ببینیم، یه سری چیزا بعد از ازدواج خودشون رو نشون. دقیقاً موقعی که میان زیر سقف اون موقع است که مثلا اینجوری بگم قبل از ازدواج شما حدوداً 50% همدیگه رو میشناسین و بقولن حتی اگه 3-4 سال هم نامزد باشین، من به این اعتقاد دارم 3-4 سال هم نامزد باشین، حتی بیشتر هم نامزد باشین، به اون شناخت کاملی نمیرسین تا وقتی که ازدواج میکنین. بعد اینو بهتون بگم چرا؟ چون قبل از ازدواج ما دقیقاً چیزی رو میگیم که طرف مقابلمون میخواد از ما بدونه، چیزی رو نمیگیم که نمیخواد بدونه. بخوام بیشتر توضیح بدم یعنی که کوچکترین مثال، مثلا علیرضا به من میگفت من از ماهی بدم میاد، من خوشم نمیاد از این غذا، منم گفتم چه جالب منم بدم میاد. یعنی سعی کردیم وجه اشتراکامون رو بگیم و اصلا راجع به چیزی که هستیم و مثلا بدیای خودمون و چیزایی که ممکن با هم اشتراک نداشته باشیم ما صحبتی نمی‌کردیم. حالا یه نکته دیگه هم هست، اینجوری برداشت نکنیم که مثلا قصد فریب همدیگه رو داشتیم، اینجوری نبود. از ذوق زیادی، از شوق و ذوقی که به نسبت همدیگه داشتیم سعی می‌کردیم که اون وجه اشتراکامون رو پیدا کنیم، بیشتر روی اونا متمرکز شده بودیم، یعنی ذهنمون مدام میرفت روی اینا. و اینکه موقعی که تازه دارین عشق رو تجربه می‌کنین، به یه شخص علاقه‌مند میشین، شما اولین قدم میگن وجه اشتراکا رو پیدا کنید همونطور که گفتم و بعد دنبال این میگن که چجوری میتونم به این شخص نزدیکتر بشم، حس نزدیکی بیشتری داشته باشم، چجوری میتونم با هم دیگه بهتر وقت بگذرونیم. همش مدام ذهن روی اینا میچرخه، چجوری میتونم بهتر دلشو به دست بیارم، مدام مثلا این روی این فاز که دل طرف مقابل رو به دست بیارین، چجوری حالا به قول خودمون مخشو بزنین. ولی حالا ما در مورد نکات منفیمون هم صحبت می‌کردیم، ولی دیگه ناخودآگاه چون تجربه‌ای نداشتیم بیشتر بحث رفته به سمت نکات خوب و وجه اشتراکامون.
همونطور که علیرضا گفت اینم بیشتر از شوق و ذوق بود، یعنی اینطوری بود که خب جفتمون اولین رابطمون بود که این قدم جدی بود و خیلی ببین ما اینقدر شوق و ذوق داشتیم که 1 ماه هم نشده بود از اینکه با هم داشتیم آشنا می‌شدیم تصمیم گرفتیم که یه قدم جدی‌تری برداریم و اصلا تایم مهم نیست اصلا. یعنی اینا که میگن نه باید دوره نامزدی 1 سال 2 سال بشه، من اصلا اعتقادی ندارم. شما همینقدر که 1-2 سال بگذره بعدش وارد زندگی بشین قراره به چالش بخورین، مشکل پیش بیاد براتون، دقیقاً به همون اندازه است که وقتی 1 ماه نامزد باشین قراره براتون پیش بیاد. یعنی اصلا قرار نیست این موضوع فرقی بکنه. شاید بگین ما بیشتر همون شناختیم ولی اینطوری نیست. شناخت دقیقاً زمانی اتفاق میفته که شما بخواین بیشتر برای هم وقت بذارین و این بیشتر وقت گذاشتنه دقیقاً بعد از ازدواج پیش میاد که شما 24 ساعته تقریبا پیش همین و چه بخواین چه نخواین همو تحمل میکنین. دیگه مجبورین تحمل کنین دیگه. کسایی که میخواین زن بگیرین دیگه این نکته رو مد نظر قرار بدین، مجبورین تحمل کنین. دوستان من دوست داره که من دوستش ندارم. ببین اصلا این خودش از همون اول مخش زده شده بود، من هیچ تلاشی نکردم، من دید عاشقم شد، اصلا در رو عاشقم. آره از این فکرها زیاد از صبح تا شب واسه خودش میکنه دیگه. خب رفقا مرسی که داخل این ویدیو همراهمون بودین. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. توی این کانال ما قصد داریم که صرفاً یه تصویر واقعی از ازدواج و رابطه داشتن رو بهتون نشون بدیم. حالا هر کسی میتونه اعتقادی داشته باشه، حالا مثلا ممکنه بعضی رابطه ازدواج رو مثلا قبول نداشته باشن، ولی حالا به هر حال شما قرار رابطتون یه روز جدی‌تر بشه، یعنی که اصلا میخواین رابطه رو شروع کنین، میخواین با چشم باز این کارو انجام بدین، مثل ما دچار چالش‌های زیاد نشین، مثلا مدام بترسین، استرس بگیرین، گیج بشین. هدف ما همینه. خیلی خوش اومدین توی این ویدیو. خدا نگهدار دوستان.